سرخط خبرها. هشدار نماینده اتحادیه اروپا از قطع تعامل با افغانستان. او تاکید کرد که قطع تعامل با امارت اسلامی پیامدهای بزرگ به همراه دارد. ضرور است تا جهان، کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا با امارت اسلامی تعامل داشته باشد. آزادی سه نظامی پاکستان از سوی افغانستان. این اقدام به درخواست عربستان سعودی انجام شده است. له پاکستانی اړخ سره د نشټو په جریان کې اسیران شوي او آزاد او د ورور هیواد سعودي عربستان څخه راغلي محترم هیئت ته وسپارل شول. برگزاری نمایشگاه قرآن و کتاب در کابل. 50 تن از ناشران و کتاب فروشان آثار خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. و خوشبینی محتاطانه ایران از مذاکره با امریکا. عباس راقچی ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به یک راه حل پایدار منجر شود. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 29 دلف 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبرها. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان به انتقاد فعالان حقوق بشر از تعامل کشورها با امارت اسلامی واکنش نشان داد. او گفت که در داخل افغانستان مخالفت با تعامل با امارت اسلامی وجود ندارد و هر زمان جامعه جهانی از افغانستان رو گردانده پیامدهای بزرگ به دنبال داشته است. گزارش از اناهیتا اندر. ژیل برتران، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در واکنش به انتقاد فعالان حقوق بشر گفته که در داخل افغانستان مخالفت در تعامل با امارت اسلامی وجود ندارد. او تاکید کرده که اتحادیه اروپا هرگز افغانستان را ترک نکرده و حضور دیپلماتیک خود را در کابل حفظ کرده و سیاست تعامل اصولی و حمایت از مردم افغانستان را دنبال می‌کند. او همچنین گفته که هر زمانی که جهان افغانستان را نادیده گرفت با پیامدهای بزرگی مواجه شده است. ضرور است تا جهان، کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا با امارت اسلامی تعامل داشته باشد، مناسبات ایجاد کنه و روابط متقابل با دولت فعلی افغانستان ایجاد کنه. این هم به نفع افغانستان است و هم به نفع اتحادیه اروپا است. برتران افزوده که بر رسمیت شناختن مقامات حاکم افغانستان تنها پس از تکمیل یک روند مشخص و تطبیق شرایط تعیین شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن است. با گفته او، روند دوحه بر رهبری سازمان ملل متحد است و از امارت اسلامی خواسته شده با آن متحد بماند. چگونگی تعامل تا که بتونن از نزدیک با حاکمیت موجود در افغانستان کار بکنن و به گونه نظارت داشته باشن و در کنار از یعنی تلاش بکنن که از اون ناحیه به اصطلاح آسیب برشان نرسه. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که با وجود تامین امنیت در افغانستان، ادامه نیافتن به رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی برخی کشورها و سازمان ملل برخورد سیاسی و ناعادلانه در برابر افغانستان است. اوس افغانستان د نړۍ په هیوادو کې بام نه هیواد دا چې نړیوال هیوادونه دي که اتحادیه ده افغانستان سره تعامل نه کوي او افغانستان په رسمیت نه پیژني، دا ستر بشري جنایت او خیانت ته د دغه ځورېدلي ولس او د افغانستان پر وړاندې چې د عامل د دغه ټولو بدبختۍ همدغه ګاونډي هیوادونه او نړیوال هیوادونه دي. این در حالی است که امارت اسلامی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، اما با بسیاری از کشورها به ویژه در منطقه تعامل فعال و سازنده دارد. امارت اسلامی در اقدام سه نظامی پاکستانی را که در درگیری‌های اکتبر سال گذشته میان کابل و اسلام آباد بازداشت شده بودند آزاد کرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت که این اقدام به درخواست عربستان سعودی و همزمان با سفر هیئت مذاکره کننده این کشور به کابل انجام شده است. گزارش از نستر نمیری. امارت اسلامی در اقدام دیپلماتیک سه نظامی پاکستانی را که در جریان درگیری‌های اکتبر سال گذشته میلادی میان کابل و اسلام آباد اسیر شده بودند آزاد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، تاکید کرد که این اقدام به درخواست کشور عربستان سعودی و همزمان با سفر هیئت مذاکره کننده این کشور به کابل صورت گرفته است.
هغه 3 تنه پاکستانی نظامیان چې د 1440 قمري کال ربیع الثاني میاشتې په شلمه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 12 تاریخ له پاکستانی اړخ سره د نشټو په جریان کې اسیران شوي وو، آزاد او د ورور هیواد سعودی عربستان څخه راغلي محترم هیئت ته وسپارل شول. با این حال انجام چنین اقدامی که نشان دهنده حسن نیت امارت اسلامی در آزادی این نظامیان پاکستانی است، آیا میتواند گام مؤثر در کاهش تنش‌ها میان دو کشور بوده و زمینه ساز بهبود روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل و اسلام آباد گردد؟ روابط افغانستان و پاکستان سابقه رابطشان تا حدی کاملا خاص منحصر به فرد است. امنیتشان، رونق اقتصادیشان، رونق فرهنگیشان کاملا با یکدیگر مرتبط است. بنابراین هر قدمی که به خاطر بهبودی، به خاطر نزدیکی این روابط گذاشته میشه به نفع دو کشور است. بخصوص رهایی 3 اسیر پاکستانی از سوی دولت افغانستان یک قدم مثبت است. در همین راستا آگاهان سیاسی با اشاره به نقش ریاض در کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد این اقدام را گام مؤثر در جهت اعتمادسازی، تقویت گفتگو و بهبود روابط دو جانبه ارزیابی میکنند. عربستان سعودی که گام برداشته و خواست میانجیگری بکنه قابل ستایش است و نه تنهایی که بین افغانستان و پاکستان بلکه به نظر من گام‌های بزرگی باید به خاطر آرامش منطقه و حسن همجواری کشورها، همکاری بیشتر در منطقه باید صورت بگیره. گفتنی است که در پی درگیری‌های سال گذشته میان کابل و اسلام آباد روابط سیاسی دو کشور به پایان‌ترین سطح رسید. با این حال اقدام پسین امارت اسلامی در آزادسازی نظامیان پاکستانی میتواند گام مهم در مسیر اعتمادسازی دوباره میان دو کشور باشد. در دومین روز نمایشگاه قرآن و کتاب که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شده، 50 تن از ناشران و کتاب فروشان آثار خود را در آن به نمایش گذاشتند. باز هم گزارش از اناهیتا اندر. دومین روز نمایشگاه قرآن و کتاب به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان راه اندازی شده و 50 تن از ناشران و کتاب فروشان آثار خود را در آن به نمایش گذاشتند. با گفته یکی از مسئولان برگزار کننده در این نمایشگاه، کتاب‌های گوناگون با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت انس با کتاب در جامعه عرضه شده است. در حدود 50 ناشر و کتاب فروش در اشتراک کرده که یک تعداد کتاب‌های علمی، قرآن کریم، تجویدی، درسی، تلاوتی خاص به خاطر ماه مبارک رمضان می باشد. در همین حال برخی از کتاب فروشان نیز برگزاری نمایشگاه را اقدام ارزشمند عنوان می کند، اما از کاهش میزان فروش به دلیل مشکلات اقتصادی شهروندان ابراز نگرانی دارند. فروشات فعلا بسیار زیاد سطحش پایین است به خاطر که مردم اقتصادش پایین است و نمیتونن کتاب زیاد خریداری بکنن. از سوی هم شماره از بازدید کنندگان برگزاری چنین برنامه‌هایی را در تقویت آگاهی دهی جوانان مؤثر می‌دانند. آنان می‌گویند که افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر فرهنگ مطالعه را در میان نسل جوان کمرنگ ساخته و نیاز است برنامه‌های فرهنگی بیشتر در این زمینه برگزار شود. عاشق کتاب هستند ولی همین جوانای ما از لحاظ فقر این را خریدم نمی‌توانند، ولی یکی دیگه گپای فیسبوک و گپای چی بالا شده جوانای ما را هم گردن مصروف ساختند. گفتنی است که در سالهای اخیر نهادهای فرهنگی دولتی و خصوصی با برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مشابه تلاش کردند زمینه دسترسی بیشتر شهروندان به کتاب را فراهم کنند. با این حال فعالان این حوزه تاکید دارند که حمایت اقتصادی، حکومت و تداوم چنین برنامه‌های برای نهادی نشدن فرهنگ مطالعه در کشور ضروری است. و در خارج از کشور، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از پایان دور دوم مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن در ژنو تاکید کرد که کشورش با جدیت و حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شده و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به یک راه حل پایدار و مذاکره‌ای منجر شود. در همین حال وزیر خارجه آمریکا گفته که ایران هرگز اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. پس از پایان دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در واپسین گفتگوی تلویزیونی خود گفته که تهران هرگز اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این موضوع کاملا روشن است. و در عین حال افزوده که دونالد ترامپ گفته ترجیح می‌دهد به توافقی با ایران دست یابد.
منافع اصلی ما در اینجا این است که نمی‌خواهیم ایران بر سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ما خواهان گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیستیم. همانطوری که رئیس جمهور گفته است، ما بسیار مایل هستیم این موضوع را از طریق گفتگو و مذاکره دیپلماتیک حل و فصل کنیم، اما رئیس جمهور همه گزینه‌ها را روی میز دارد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پس از پایان مذاکرات نمایندگان تهران و واشنگتن در ژنو اعلام کرد ایران در این مذاکرات به دنبال نتایج ملموس است. با چه زبانی باید بگیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نخواهیم هم بود؟ هر چطور میخوان راستی آزمایی کنن. ما اگر واقعا اینا دلشون میخواد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، ما آماده ایم هر گونه راستی آزمایی رو خواستن با همدیگه داشته باشیم. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت که تمام نگرانی‌ها میتواند از طریق دیپلماسی برطرف شود. دبیرکل سازمان ملل تأکید دارد که همه نگرانی‌ها میتواند و باید از طریق دیپلماسی و گفتگو برطرف شود. ما از طرف‌های مذاکره کننده می‌خواهیم که این روند و شتاب گفتگوها را حفظ کنند. امیدواریم این مذاکرات به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از بروز بحران گسترده‌تر منجر شود. وزیر امور خارجه ایران نیز با تاکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران گفت که ایران نه به دنبال تولید و دستیابی به سلاح هسته‌ای است و چنین سلاح‌های جای در دکترین امنیت ملی ایران ندارد. حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق ذاتی و غیر قابل انکار همه کشورهای عضو NPT است و نمیتوان آن را مشروط به ملاحظات سیاسی کرد. ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و ماهیت برنامه هسته‌ای آن صلح‌آمیز است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا تاکید کرد که جمهوری اسلامی با جدیت و حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شده است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به یک راه حل پایدار منجر شود. عراقچی همچنین از رفتار ایالات متحده در قبال موضوع هسته‌ای ایران و خروج آن از برجام و حمله بعدی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شدت انتقاد کرد. وزیر امور خارجه ایران در بخشی از سخنانش از رویکرد ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی در نادیده گرفتن تعهدات رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت بین المللی از جمله زرادخانه صلح هسته‌ای آن نیز انتقاد کرد و گفت که رژیم اسرائیل در طول 8 دهه گذشته با مسئولیت کامل فجیح‌ترین جنایات را مرتکب شده است. او گفت که در کمتر از 2 سال این رژیم به 7 کشور منطقه حمله کرده و بیش از 70,000 نفر را در غزه به قتل رسانده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.